شهاب یاد تو در آسمان خاطر من، پیاپی از همه سو خط زر کشید بیا. ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم، ز غصه رنگ من و رنگ شب پرید بیا. به وقت مرگم اگر تازه می کنی دیدار، به هوش باش که هنگام آن رسید بیا. به گام‌های کسان میبرم گمان که تویی، دلم ز سینه برون شد ز بس تپید بیا. نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت، کنون که دست سحر دانه دانه چید بیا. امید خاطر سیمین دل شکسته تویی، مرا مخواه از این بیش ناامید بیا. غزلی بود از سیمین بهبهانی. سیمین بهبهانی که از او با عنوان بانوی غزل ایران یاد میکنن. یک بامداد امروز سه‌شنبه سیمین بهبهانی درگذشت. احمد کریمی حکاک، شاهنامه شناس، نویسنده، پژوهشگر و مدیر و بنیانگذار بخش ایران شناسی دانشگاه مریلند همراه ماست. آقای کریمی حکاک، پیش از هر چیز از جایگاه سیمین بهبهانی در شعر فارسی، در غزل و همینطور ادبیات فارسی برای ما بگید. بله، البته در ادبیات خب حیطه وسیع‌تری است و سیمین بهبهانی یکی از کاربردانی بود که واقعا سهم زنان رو به تا اون جایی که به او مربوط میشد به اعلی درجه رسوند. مثلا در کتاب با قلب خود چه خریدم یا آن مرد همراهم به راستی آثار منثور خیلی زیبایی به وجود آورده. ولی وقتی به شعر و غزل میرسیم، به خصوص غزل، حقیقتا میشود گفت تمام اعتبار زنده شدن و تجدید حیات غزل فارسی رو در کسوت سیاسی گویی و اجتماعی پردازیش میشه به سیمین بهبهانی نسبت داد در نیمه دوم قرن بیستم و ابتدای قرن 21. اما سیمین بهبهانی در حوزه شعر سفید یا شعر نو، کارنامه‌اش رو اگر بخوای بررسی کنید، جایگاه او رو چطور میتونید تعریف کنید؟ سیمین به هر حال اسلوب شعر نو رو میشناخت، نیما رو میفهمید و کوشش میکرد که از عهده شعر نو بر بیاد. ولی حقیقت این است که خودش اعتراف داشت که نبوغ او و استعداد او در غزل بود و در شعر نو جایگاهی به اون صورت نداره. تجربه هایی که کرده تجربه های جالبی است از نظر شاعری که سبک رو میشناسه، تفاوت بین شعر نو و شعر قدمایی رو میفهمه، ولی واقعا دلش و ذهنش میزان شده با قواعد و اسالیب غزل فارسی که او به بهترین شکلی از عهده‌اش برمی‌آید. آقای کریمی حکاک، فکر میکنید با توجه به اینکه به هر حال سیمین بهبهانی در ادبیات دانشگاهی ما و در حوزه در کرسی‌های دانشگاهی و در دروس دانشگاهی خیلی به او پرداخته نمیشد، فکر میکنید آیا سیمین بهبهانی اون جایگاهی رو که خارج از حوزه دانشگاه و ادبیات دانشگاهی داشت تونست در دانشگاه در میان دانشجویان هم داشته باشه یا خیر؟ در میان دانشجویان بله، ولی در چهار دیواری دانشگاه ها نه متاسفانه. ولی این وضعیتی است که تکرار شده به کرات در ایران. وقتی هم که من جوان بودم ما نیما و شاملو و اخوان رو در دانشگاه نمی آموختیم، روبروی دانشگاه در کتاب فروشی ها باشون روبرو میشدیم و کتابشون رو میخریدیم و میخوندیم. یعنی به نظر میرسه کهنگرایی آکادمیک در مورد ادبیات فارسی ادامه داره، اگرچه میشه گفت تخفیف پیدا کرده، چون در زمان ما اصلا شعر نو مثلا حرمت نداشت و قبولیتی نیافته بود. ولی امروز دیدم که در بعضی موارد حتی تا معاصران مثلا فروغ فرخزاد و سهراب سپهری هم میتونن موضوع تحقیقات دانشگاهی باشن. ولی به نظر میرسه که خب سیمین از این نظر شاید گرفتار تنگ نظری های سیاستمداران ایران شده بود که چون او با اونها مخالف بود و هیچ سنخیتی با شیوه اندیشی اونها نداشت، شاید اونها هم به ترافیل این سیمین رو از در و دیوار دانشگاه بیرون رانده بودند. خوشبختانه همون دانشجویی که در کلاس‌های درسی اصلا با سیمین ممکن بود روبرو نشه، وقتی به خارج از دانشگاه میرفت کاملا سیمین رو میدید که همچنان در خیابان‌های اطراف دانشگاه میدرخشید. در خارج از ایران شعر سیمین بهبهانی چقدر شناخته شده است؟ شاید بی تردید بشه گفت که در خارج از ایران قدر شعر سیمین در زمان حیات خودش بیش از
داخل ایران شناخته شده بود. خانم دکتر فرزانه میرانی دوست عزیز و بزرگوار من 2 کتاب درباره ایشون کار کردن و منتشر شده. من کارهایی کردم، دیگر همکاران ما، و در میان ایرانیان حتی اگر تخصصی در شعر و ادب فارسی هم نداشتن، سیمین تاخته جدا بافته‌ای به نظر می رسید که هر بار که در جمعی حاضر می شد بارها من دیده بودم ابراز احساسات جمع به اوج می رسید. و من خودم چند سال پیش در جمعی که در دانشگاه UCL برگزار شده بود به ایشون لقب مادر ملت رو دادم که با استقبال فراوان روبرو شد و بی تردید شایسته این لقب بود و هست و هر چه زمان بگذره بیشتر قدرش شناخته خواهد شد. و در اینجا که ما از میزانی از آزادی مایه از آزادی برخورداریم، بی تردید سیمین تا مدت‌ها قدرش شناخته تر خواهد موند تا در داخل ایران و به ویژه در محافل رسمی ایران. فکر میکنید آقای کریمی حکاک چه چیزی در زندگی و یا شعر سیمین بهبهانی هست که ناگفته موند؟ سیمین رفت و اون موضوع ناگفته مونده. سوال خوبی میکنید. شاید بشه گفت اون چیزی که ناگفته موند در کاری که سیمین کرد موضوع غنا در شعر در غزل فارسی بود. یعنی غزل عاشقانه داره. حوای 80 ساله مثلا غزل بسیار زیبایی است، ولی من به عنوان یکی از نگرندگان به صحنه غزل فارسی وقتی که استعداد سیمین رو در غزل میبینم و درگیری او را با مسائل اجتماعی سیاسی میسنجم، فکر میکنم ای کاش همینقدر هم ذهنش متوجه غزل عاشقانه میموند و بر اون متمرکز میموند. ولی البته در مواردی هم خب میشود گفت سیمین به مسائلی پرداخت که شاید اون چنان که باید ازش اطلاع نداشت. مثلا غزلی که داره درباره اینکه گویا عالمن آمدن داره از میراث ملی ایران امها میشه، این رو خب ما قبول نداشتیم و میفهمیم که همه دولت‌ها این مشکلات رو دارن و به هر حال مسائل توسعه اقتصادی در تضاد قرار میگیره گاهی با حفظ آثار باستانی. ولی حقیقت این است که اون غزل شاید باید بشه گفت اندکی مبالغه درش شده. ولی اینها به کنار، سیمین بهبهانی نام نامآوری خواهد بود و در حقیقت میشود گفت همون لقبی که 30 و چند سال پیش همکار عزیز من آقای دکتر علی محمد حقشناس به ایشون داد، یعنی نیمای غزل، روی ایشان خواهد موند و به راستی غزل فارسی تجدید حیات خودش رو مدیون حضور این بانوی بلند نظر و کوشا و بسیار وارد به دم و دستگاه شعر فارسی هست.